سخنگوی ارتش اسرائیل تصاویری را منتشر و مدعی شد که مربوط به راکت اندازهای موشکی است. لانچرهایی که مدعی بود مقاومت در کنار شهر بازی کودکان در بیت هانون در شمال نوار غزه مستقر کرد. اکانت ارتش اسرائیل ویدیویی را منتشر کرد که یکی از سربازان در همان منطقه صحبت می‌کند. این سرباز مدعی است سکوی پرتاب موشک 5 متر با استخر کودکان فاصله دارد و در محله مسکونی است. تحلیل اطلاعات و نشانه‌ها نشان می‌دهد که این ادعای ارتش اسرائیل دروغ است. تصاویر یک حیاط خاکی با تابی در وسط آن را نشان می‌دهد. سمت راست یک محل ماشین برقی است و در کمی آن طرفتر یک ساختمان کوتاه و سفید رنگ وجود دارد که تعدادی پنل خورشیدی و 4 مخزن آب روی آن وجود دارد و دریا در انتهای تصویر دیده می شود. روی نقشه در شمال غزه به دنبال این عناصر گشتیم. میدان خاکی اینجاست. منطقه‌ای به نام المطف در شمال غربی غزه و نه در بیت هانون آنطور که ارتش اسرائیل ادعا می‌کند. به جزئیات تصاویر منتشر شده توسط ارتش اسرائیل دوباره نگاه انداختیم. زنگ زدگی و ترک روی بدنه تاب، کثیفی در مسیر خودروهای برقی، نبود هیچ بازی و وسیله دیگری در شهر بازی و هیچ نشانه دیگری هم مبنی بر استفاده از آن وجود ندارد. اسناد و تصاویر قدیمی تر نشان می‌دهند که این منطقه برای مدت طولانی رها شده است. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد با توجه به تمام تصاویر مشابه زمین شنی، این زمین در سال 2004 یک چمنزار و در سال 2016 به زمین بازی کودکان تبدیل شده و در سال 2017 شهر بازی تعطیل شده است و قسمت جنوبی زمین هم کاملا تخریب شده و مشخص است که این زمین از سال 2019 کاملا خالی و تعطیل و تا امروز هم به همین شکل باقی مانده است. در ویدیوی منتشر شده توسط ارتش اسرائیل ادعا شده که در اینجا سکوی پرتاب موشک وجود داشته که بمباران شده. آنها تصاویری هم از تخریب کاشی‌ها و سیمان نشان می‌دهند. با این حال در مقایسه ویدیو با تصاویری که ارتش اسرائیل منتشر کرده چیزی از بمباران را تایید نمی‌کند. این منطقه با یک زمین شنی احاطه شده و سیمان و کاشی در آن وجود ندارد. سرباز صهیونیست میگوید لانچر فقط 5 متر با استخر کودکان فاصله دارد. در حالی که با توجه به تصاویر ماهواره‌ای از اطراف زمین شنی نشان می‌دهد که محل استخر از این منطقه 75 متر دورتر است. ضمناً طول استخر حدود 10 متر است که نشان می‌دهد این استخر برای بزرگسالان است و نه برای کودکان، آنطور که سربازان اسرائیل ادعا می‌کنند. در ثانیه 16 ویدیو سرباز دوربین را برای نشان دادن منطقه بالا میبرد که ادعا شود یک سکوی پرتاب موشک است. در قسمت شرق و جنوب شرقی تصویر ساختمان‌های ویران شده‌ای هست که شدیداً بمباران شده. سرباز میگوید لانچرها کمتر از 20 الی 30 متر با منازل مسکونی فاصله دارند. تصاویر ماهواره‌ای اما نشان میدهند فاصله نزدیکترین ساختمان به زمین شنی تقریباً 85 متر به سمت شرق است و این ساختمان هم یک کلبه توریستی است که سالهاست مسکونی نیست و در نزدیکی آن هم ساختمان مسکونی دیگری وجود ندارد. اشغالگران سالهاست در ادعاهای خود از کودکان و زنان و غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی حماس یاد می کنند. با این حال واضح است که همه چیزهایی که توسط رژیم اسرائیل منتشر می شود چیزی نیست جز دروغ‌هایی که آنها تلاش می کنند برای توجیه کشتار غیر نظامیان در نوار غزه منتشر کنند.